ارتباط خوبی دارم، خیلی حالمو خوب میکنه و معمولا اگر عزیزی از دست میره معمولا این رو به بازماندگان میگم. حکایت بنده خدایی است که تو سفرهایی که حالا مثلا بازرگان بوده، از این شهر به اون شهر میاد یا هر چیزی، در یکی از این روستاها و در بیابان برخورد میکنه با یک چوپونی و میره بغل دست این چوپون میشینه که مثلا یه خورده خستگی در کنه و از قضا از دنیا میره. این نکته رو این پرانتز رو باز بکنم، مرگ از قبل خبر نمیکنه. ناگهان بانگی برآمد که خواجه مرد. این بنده خدا از دنیا رفت. اینم که فرصت نمیکرد بره، یه نفرم بود که بره جمعیت رو بگید بیان چیکار بکنن. خلاص همونجا این شب اون رو این بنده خدا رو دفن کرد و تموم. مثلا یک ماهی گذشت، چند وقتی گذشت، این وقت بستگان اون مرد اومدن دنبال و خلاص از این شهر به اون شهر فهمیدن که پدرشون مثلا اونجا اومده و فامیلشون اونجا اومده، رسیدن و یه پرسون رسیدن به این چوپونه. بعد گاره بابای شما با این مشخصات گفت بله اومده بود اینجا و اتفاقا مهمان ما بود، یارتا از دنیا رفت. اینم یه سری وسایلاش که مونده داد به اونها و گفتش که منم اینجا زیر این درخت دفنش کردم. یکی از اون بستگان که گویا پسر اون شخص بوده برمیگرده میگه که بابای ما خیلی آدم خوبی نبود، خیلی عدس شکار بودم، ما هم عدس شکار بودیم این حرفا، ولی یه شب ما خوابش دیدیم که خیلی حالش خوبه. بعد گفتیم چرا تو این حالت خوبه، تو که مثلا اون دیگران خیلی ازت راضی نیستن. برگشت به ما گفتش که به دعای این چوپون خدا منو بخشید. من اومدم بپرسم در حق بابای ما چه دعایی کردی که این وضعش خوب شد اینطوری؟ تو مثلا درس خوندی، وردی بلدی، ذکری بلدی، دعایی خوندی، چیزی خوندی به ما بود؟ چوپونم بنده خدا صدقون من اصلا سواد مواد ندارم، دعا مایی خاصی نکردم. من فقط اون شب گفتم خدایا این مرد اگر امشب مهمون من بود من براش گوسفند زمین میزدم، امشب مهمون توه، تو چی کار میکنی براش؟ ما با خدایی طرفیم که مظاهر لطفشو در این دنیا به تمامه میبینیم. حالا شما تصور میکنید عزیز شما که از دنیا رفته خدا براش چیکار کرده؟ از مادر مهربونتره. اینا اون مفاهیمیه که ما رو استیبل میکنه، آروم میکنه. قصدمون فریب نیست، قصد من فریب نیست، قصد من انتقال این مفهومه. ماها طوری از دنیا میریم که زندگی میکنیم. میگن الخائن و خائف، کسی که خیانت میکنه همش میترسه، دروغگو همش در اضطرابه که گناهش دروغش فاش بشه. او کسی که راست میگه اضطراب نداره. اگه کسی زندگی پر اضطرابی داشته باشه مرگ پر اضطرابی هم خواهد داشت. امیدوارم حرفای من کمک کرده باشه در جهت این که درک بهتری داشته باشیم، فراموش نکنیم مهربونی رو و بدونیم که ما هم توی مسیر حرکت میکنیم، ما هم خیلی دیر نخواهد تا میتونیم به هم دیگه مهر بورزیم، تا میتونیم کمک کنیم به دیگران، تا میتونیم یاد خیر کنیم از کسانی که به ما یاد دادن مهربانی رو، حق اونها رو به جا بیاریم، از اونها سخن بگیم، خوبی های اونها در ما تکرار بشه، چون هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دواما. تا میتونید عشق ورزی کنید، از غم دوری کنید. یه تعبیری مولانا به کار میبره، میگه باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقی یا عفو نخیز. تا زمانی که مهرورزی میکنیم، مهربانی میکنیم، شرایط همدیگه رو درک میکنیم، دنبال این هستیم که به دیگران کمک کنیم، افراد در کنار ما احساس خوبی داشته باشن، مسیر درست. مطمئن باشید همه چی اوکی. خدای نکرده اگر به این ورطه بیافتیم که بدجنسی کنیم، حالا یکی رو بگیریم، اون مرتبه سقوطه. او اصلا اون حال آدم خوب نیست. آرزوی حال خوب برای همتون دارم و خدا مهربانتر از اون چیزی است که ما تصور میکنیم. خدا از مادر به ما نزدیکتر و مهربانتر و آرزوی آرامش دارم برای قلباتون و آرزوی زندگی عاشقانه دارم برای مابقی لحظات عمرتون.